سلام به همتون، به کانال کارینو خوش اومدین. امروز اومدیم سراغ لیست 5 تا از خودروهای صفر چینی که نباید بخری. لیستی که از دل تجربه مالکا و تعمیرکارا بیرون اومده. اگه میخوای ماشین صفر چینی بخری، خوب حواستو جمع کن. این 5 تا خودروی چینی ظاهر قشنگی دارن، ولی وقتی میخریشون تازه میفهمی چه فاجعه این. از گیربکس قفل کرده وسط اتوبان گرفته تا قطعه‌ای که ماها دنبالش میگردی و نیست. خیلی همین اشتباه رو کردن، اما تو نکن. این ویدیو رو تا آخر ببین که پولتو آتیش نزنی. امروز 5 خودروی صفر چینی رو بررسی می‌کنیم که به نظر ما ارزش خرید ندارن. با دلیل و تجربه مالکان و حرف تعمیرکارا می‌خوایم همه اینا رو بررسی کنیم. هر ماشین رو معرفی میکنیم، تجربه ها و مشکلات رایجش رو میاریم و در پایان برای هر کدوم صریح میگیم چرا نخریم. پس بزنید بریم. فردا SX5 کراسووری شهری که با موتور 1.6 لیتری و گیربکس CVT عرضه میشه. روی کاغذ ظاهرش مدرن و پر آپشنه. مانیتور لمسی، دوربین عقب، صندلی چرمی و فضای مناسبی هم برای خانواده ها داره. اما تو فروم ها و گروه های مالکین و بررسی ها بارها از کیفیت مونتاژ ضعیف و صدای جیرجیر داخل کابین، اونم بعد از چند ماه استفاده، شکایت شده. خیلی‌ها میگن روکش‌های صندلی سریع پوست میندازه و کیفیت متریال داخل پایین‌تر از حد انتظاره. تعمیرکارا هم میگن تامین بعضی از قطعات مخصوصاً بخش‌های مرتبط با گیربکس CVT یا طولانیه یا هزینه‌اش بسیار بالاه. یعنی وقتی مشکلی پیش بیاد برای ماشینتون، نه تنها تعمیرش فوق‌العاده گرون در میاد، بلکه باید مدت زیادی و منتظر قطعتون بمونید. پس جمع‌بندیش میشه با وجود اینکه ظاهر و آپشن خوبی داره، اما کیفیت ساخت و دردسرهای تامین قطعه و افت قیمت باعث میشه ارزش خرید نداشته باشه. خودروی SC در اصل نسخه سدان خانواده HC هستش. پلتفرمش ریشه در محصولات PSA داره و اغلب با موتور TU5 و گیربکس های شناخته شده عرضه میشه. طراحی ساده و کاربردی، فضای داخل مناسب و قیمت اقتصادی خوبش معمولاً از مزایای این ماشینه. در بررسی ها و سایت های تخصصی بعضی از مالکا و تعمیرکارا از پایداری و هزینه نگهداری معقول تعریف کردن، اما نقدهایی هم هست. طراحی داخلی و ظاهری نچندان جذاب، عملکرد نچندان هیجان انگیز موتور برای کسایی که دنبال شتابن و نقاط ضعف اندکی در کیفیت متریال داخلی هم مشاهده میشه. نتیجه بخوایم بگیریم، SC ماشین میان رده‌ایه. اگه دنبال یه خودروی کاربردی و کم دردسر هستید، میتونید انتخاب معقولی باشه. ولی اگه دنبال آپشن سطح بالا یا رانندگی پرهیجانی باشید، یه ذره باید تو بازار بگردید. گزینه‌های فوق‌العاده بهتری میتونید پیدا کنید. لیفان X70 لیفان X70 کراسووری خانوادگیه. ظاهر شیک، سانروف، سیستم چند رسانه‌ای و فضای داخلی مناسبی داره و همین باعث میشه روی کاغذ گزینه جذابی به نظر بیاد. اما در فیلم‌ها و ویدیوهای تجربی گزارشاتی مانند خونگی گیربکس CVT در شروع حرکت، نیاز به بازنشانی پدال گاز برای بازیابی تعویض دنده و حتی تعویض باتری زود هنگام تکرار شده. در یک از پست‌ها هم گفته شده باتری فقط 1 سال دوام آورده و تعویضش هم فوق‌العاده گرون در اومده. در یک کلمه، ظاهر خوب اما در عمل هزینه‌های نگهداری و رفتار گیربکس میتونه خست کنه. پس قبل خرید حتما یه تست توی سربالایی و بررسی باتری و گیربکس رو فراموش نکن. هانتینگ X5 کراس اوور کامپکت چینیه. موتور 1.5 لیتری توربو، گیربکس CVT، داشبورد با مانیتور شناور داره و طراحیش هم نسبتاً شیکه. به نظر یه گزینه جذاب برای خانم‌ها میتونه باشه. اما گزارش ها و تجربه ها میگن گیربکس CVT در برخی شرایط لگ یا تأخیر داره و وزن بدنه باعث میشه شتاب اولیه کم باشه. مهمتر از همه تو ایران این برند ناشناخته است و شبکه خدمات و عرضه قطعات محدودی هم داره. یعنی اگه مشکلی پیش بیاد، دردسرای تامین قطعه و هزینه هاش خیلی زیاده. اگه دنبال یک کراسوور بی دردسر هستی، هانتینگ ریسک خدمات و تامین قطعش فوق‌العاده بالاه. مگه اینکه حاضر باشی ریسک برند ناشناخته رو قبول کنی.
HC کراس یا هاشبک کراس محور روی پلتفرم قدیمی PSA یا همون پژو بوده. امکاناتی مثل سانروف، مولتی مدیا و ABS داره و پیشرانه TU5 هم توش استفاده شده. ولی نقدهایی هم از زمان عرضه روی این خودرو تو بازار وجود داشته. درهای بس برانگیز و کابین با پلاستیک‌های خشک و در برخی نمونه لرزش دست دنده یا مشکل ارگونومی داشبورد گزارش شده. چند مالک قدیمی هم میگن با اینکه پیشرانه TU5 قطعاتش نسبتاً در دسترسه، اما وزن بدنه و طراحی قدیمی باعث میشه حرف و حدیث‌هایی درباره افت توان و شتاب شنیده بشه. خلاصه HC کراس روی کاغذ امکانات مناسبی داره، ولی تجربه کاربری و طراحی داخلش بعضا ناامید کننده بوده و در بازار دست دوم هم جایگاه ویژه‌ای نداره. این 5 تا خودرویی که تو کاغذ با هم بررسی کردیم فوق‌العاده میتونن جذاب باشن، اما چیزی که واقعا میتونن بهتون ضربه بزنن و چیزی که باعث میشه سمت اینا نرید، کیفیت ساختش و دردسر تامین قطعات و هزینه نگهداری بعد از خرید اونها میتونه باشه. اگه میخوای ما لیست پرفروش ترین خودروهای چینی بازار ایران رو هم آماده کنیم تا یه راهنمای خرید جذاب داشته باشی، کامنت بذار و سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. در ضمن هر سوالی هم در رابطه با این 5 تا خودرویی که توی این ویدیو بودن داشتی توی کامنت ها بپرس تا سریع جوابتو بدیم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. امیدوارم ویدیو بهتون کمک کنه تا خرید خوبی داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.